با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم در کانال ایران این دوچن. امیدوارم لحظات خوبی رو در کنار خانواده‌تون سپری بفرمایید. بهنام صفری هستم، مدیر عامل شرکت تجارت ایمن بهنام با 13 سال سابقه کار در خصوص مهاجرت از کشور ایران و مدیر عامل شرکت ویزا تو پاس رجیستر شده در کشور آلمان و همچنان در خدمت شما دوستان با مباحث ویزاهای قانونی کشور آلمان در کنارتون خواهیم بود. نکته‌ای که امروز میخوام در این ویدیو براتون توضیح بدم در خصوص ویزای دانشجویی کشور آلمان هست. ویزای دانشجویی کشور آلمان ویزایی هست که میتونه شما رو به سرمنزل مقصود برسونه و شما رو به اهداف تحصیلیتون نزدیک کنه. اما یادمون نره که هر نوع ویزایی برای کشور آلمان یک رزومه خاصی رو نیاز داره و یک پیش نیازهایی که باید حتما مورد توجه متقاضی قرار بگیره. موارد زیادی وجود داره که در ویزای دانشجویی باید هماهنگی به وجود بیاد که در نهایت شما بتونید به هدفتون برسید. نکته‌هایی که وجود داره در مورد اول سن متقاضی. سن متقاضی میتونه تا یک سنی در مورد اومدن به کشور آلمان با ویزاهای دانشجویی قبول شدن رو از دیدگاه یک آفیسر سفارت آلمان داشته باشه. بیشترین حدی که من توصیه میکنم در حالت نرمال میتونه سن 34-35 سال باشه. اون هم با داشتن مدرکی که از پیش آماده شده. پس اگر سن رو در نظر بگیریم از 18 سال تا 35 سال این امکان وجود داره. مطلب دوم در مورد مدارکی هستش که یک فرد میتونه از کشور ایران با خودش داشته باشه. منظور مدارک تحصیلی قبلی هست. برای مثال اگر من در جمله قبلی گفتم سن افراد میتونه تا 35 سال باشه، منظورم این نیستش که یک فرد 35 ساله با داشتن تنها یک دیپلم بتونه به کشور آلمان بیاد با ویزای دانشجویی. کسی که 35 سالشه حتما باید یه لیسانس داشته باشه. منظور چیه؟ منظور اینه که اون هماهنگی بین سن و مدرک تحصیلی باید وجود داشته باشه. یه فردی که 18 سالش هست تا 25 سال میتونه عنوان بکنه من میخوام با دیپلم وارد آلمان بشم و بعدش هم کالج بره که 1 سال هستش و بعد از کالج بتونه وارد دانشگاه بشه. اینجا باید یه توضیح کوتاهی در مورد کالج بدم. کالج 1 سال دوره آموزشی هست که افرادی که دیپلمه 12 ساله ایرانی دارند وارد اون میشن که آماده بشن برای رفتن به دانشگاه. نکته دیگه‌ای که اینجا وجود داره بعد از سن و بعد از مدارک این هستش که شما نیازمند تمکن مالی هستید. تمکن مالی پولی هستش که باید نشون بدید میتونه توی حساب ایران شما به مدت 24 ساعت قبل از اینکه شما بخواید اینترویو سفارت آلمان رو داشته باشید در بانک قرار بگیره و گواهی بانکی داشته باشید. این عدد عموماً روی 12,000 یورو بسته میشه. چرا میگم 12,000 یورو؟ به خاطر اینکه شما باید بلیط هواپیماتون رو و خرج‌های جانبیتون رو هم محاسبه کنید. مگر نه سفارت آلمان عدد 11,400 یورو از شما خواهد خواست. اما اون 600 یورو نشون میده که شما مباحث پرواز هواپیماتون هم در نظر گرفتید. در نتیجه 12,000 یورو باید یک فردی که دانشجو هست روز آخر با خودش به کشور آلمان بیاره. بعد در بانک قرار میده و در نهایت میتونه از اون پول استفاده کنه. پس تا اینجا مقاطع تحصیلی، سن و در نهایت تمکن مالی تعیین کننده این هستش که یک فرد بتونه به کشور آلمان با ویزای دانشجویی وارد بشه. سوالات بسیاری براتون پیش میاد که مثلا فردی که متأهل هست به چه شکلی میشه، اجازه کار دانشجویی به چه شکل هست و یا سوالایی که میتونه به ذهن شما برسه. یادمون نره که قطع به یقین یک فردی که به کشور آلمان میاد شرایط در کشور آلمان
چه در زمان تحصیلش، چه زمان بعد از تحصیلش و در نهایت اخذ پاسپورت آلمانیش باید میزون باشه. این میزون بودن یعنی چی؟ یعنی از امروز با گرفتن یه مشاوره شما خط سیر ورودتون به آلمان، حضورتون در آلمان و در نهایت اهدافتون رو مشخص کنید. قطع به یقین میگم حتما با ما و تیم من مشاوره بگیرید، صحبت بکنید و در نهایت هم بتونید موفق و مؤید به سمت هدفتون پیش برید. نکته قابل توجه رو در ویزای دانشجویی رو میتونم عنوان بکنم. یک دانشجو نسبت به معدلی که از ایران داره، مقطع تحصیلی و سنش میتونه به موفقیت دسترسی پیدا کنه. ممنونم.